ایشون 15 تا اولاد داشتند، 8 پسر و 7 دختر. 4 پسرشون تو کربلا شهید شدن. یکی قاسم ابن الحسن، دوم عبدالله ابن حسن که رو بدن امام حسین شهید شد. ایشون شیرخواره بود وقتی باباش از دنیا رفت. قاسم ابن الحسن 3 ساله بود. شهید دیگر ابوبکر ابن حسن که تاسفانه هیچ ازش یاد نمیشه توی روزه ها. این فرزند امام مجتبی هم ابوبکر ابن حسن 16 سالش بوده، از قاسم بزرگتره، کربلا شهید شد. 4مین فرزند ایشون هم عمرو ابن حسن که در کربلا به شهادت رسیده. یه پسر ایشون هم که اسمش حسنه، به قول امروزی ها میگن حسن دوم، اما در عرب میگن حسن مثنا. ایشون هم تو کربلا افتاد و فکرم کردن شهید شده و الا دشمن اگه میدونه زنده است که ولش نمیکرد. دیگه شام عاشورا معلوم شد زنده است. مثل این بعضی شهدایی که گاهی می آوردن از جبهه، بعد میدیدن که این جان داره یا توی سردخونه مثلا به نفس می آمد، هیچ چیزی رو بغلش رو گرفتن آوردنش تو خیمه و زنده ماند. ایشون از مجروحان کربلا و جانبازان کربلاست که داماد امام حسین هم هست. فاطمه بنت الحسین زن ایشونه. سید ابن طاووس از علمای قرن 7، سید از نسل این حسن مثناست. به هر حال این 5 فرزند امام مجتبی علیه السلام در کربلا. پسر دیگر ایشون زید اکبر اولاد امام مجتبی است. 100 سالم عمر کرده، 1 قرن. لذا تمام این سادات حسنی تقریبا از نسل ایشونن. سادات حسنی اکثرا از نسل ایشونن و ایشون خب همتون میدونید یکی از بزرگترین نوادگانش حضرت عبدالعظیم حسنی است. این عبدالعظیم حسنی، حضرت عبدالعظیم از نوادگان زید. یه دختری هم دارد که در مصر قبر داره و خیلی مورد توجه مصری هاست، خیلی میرن زیارتش، حتی اهل سنت میرن، نه که عروس و داماد میشن ازدواج میکنن غالبا مقیداً برن تو این حرم ایشون آغاز زندگیشون رو شروع کنن. ایشون حضرت نفیس خاتونه که نوه امام مجتباست، عروس امام صادق. 6000 ختم قرآن کرد تا آخر عمرش. وقتی هم که از دنیا رفت داشت سوره انعام میخوند و روزه هم بود. آب آوردن براش، گفت نه من یه عمری از خدا خواستم با حالت روزه‌دار از دنیا برم. رسید به این آیه لهم دار السلام، از دنیا رفت. شوهرش که پسر امام صادق اسحاق بدنشو آماده کرد بیاره مدینه. خیلی مصری‌ها شلوغ کردن، گفتن نمیذاریم. بالاخره شب رسول خدا رو خواب دید. حضرت فرمود لا تعارض اهل مصر، با مردم مصر دعوا نکن، بذار همینجا دفن بشه. این بدن باعث برکت مصر. لذا قبرش تو قاهره است. قبرش تو قاهره است. اینم از همین نسل همین زیده. خب فکر میکنم 7 تا از اولاد امام مجتبی رو تقریبا پسرهاشو عرض کردم. این در واقع زید ابن 6 تا، زید ابن علی ابن الحسین، زید ابن حسن ابن علی و اون شهدایی که در کربلا ذکر شد. اما از دخترها، چون همشون نمیخوام بگم، شاخصاشون رو میخوایم مطرح کنیم. دخترهایشون هم 7 تا بودن. یکیشون فاطمه دختر امام مجتبی، زن امام سجاد، مادر امام باقر علیه السلام. لذا ائمه ما از امام باقر به بعد هم حسنی هن هم حسینی. از مادر به امام حسن میرسن، از پدر به امام حسین.
چون مادر اینها فاطمه است و زن عجیبی بوده. تو روایات دارد تو اولاد امام حسن از ایشون با فضیلت‌تر کسی نبوده. لم یره، تعبیر فی آل الحسن مثلها یا مثلها، در اولاد امام حسن مجتبی مثل او دیده نشد. این زن امام سجاد و مادر امام باقر. این اولاد امام مجتبی علیه السلام که چند تایشون حالا خدمت شما نام بردم و معرفی کردم.